بفرست برا هم نسلی های خودت. بعد میگن چرا نسل ما صبور بود، نسل ما مظلوم بود. شما نگاه کن چجوری قناق پیچمون میکردن، خدا شاهده. انگار اسیری گرفتن، انگار که مثلا ما میخوایم الان دست پا دراریم در بریم تو کوچه بازی. آخه تو این سن خدا شاهده نگاه کن یه جوری قناق پیچمون میکردن، یعنی یه ذره اگر تر میزدیم تا پس گردنمون میومد تا غروب هم نمیشستیم، چون حال نداشتن کنه بشورن. واقعا چقدر ما صبور بودیم. ولی خدا وکیلی نسل ما انقدر خوشگله به خاطر همین نوع قناقه بود. کلقندی درستمون میکردن ضد ضربه. من خودم 3 بار یخچال افتاد روم هیچیم نشد، انقدر که پتو پیچون ندیم داره. بعد تو کوچه میبردنم همینجوری دست به دست، یهو دست خاله اشرف و اعظم و یهو سر از کوچه بالایی در میوردیم و داد میزدن این بچه کیه، ننمون میرفت میگه. اصلا خوش بودیم خلاصه. آخه سگویی دست رو با چه فشاری میارم، میترسیدن ما دست به چیزی بزنیم، اینجوری دستمون رو میوردن پایین. نگاه کنید بچه بنده خدا. الان همین این معلوم میشه رئیس ناسا باشه. نسل ما همه آدم حسابی بودن خدایی.